سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درسای ما. خواندن تاجیکی را ما می‌آموزیم، یاد میگیریم همراه دختری من. دفعه گذشته ما الکی 3 حرف را یاد گرفتیم و این حرف کدام صدا می‌دهد معجزه؟ آفرین. او مثل کلمه اورنج، آفتاب، آستین. و این حرف کدام صدا می‌دهد معجزه؟ ب. مثل کلمه بالشت، برق، بینی. و حرف سیومی که ما دفعه گذشته یاد گرفتیم صدای ن می‌دهد. درست مانند کلمه نان، ناک. و این چیز چمچوق نه دارد. و این عددی چند هستند معجزه؟ نه. این عددی نه. بازم صدای ن می‌بیاید. امروز ما 3 حرف نو یاد میگیریم. تیار هستی؟ معجزه تو تیاری؟ این حرف صدای د می‌دهد. د. و ما این رسم ها رو می‌بینیم. دیوار. آفرین. دیوار. درخت. آفرین معجزه. دست. آفرین. و تو گفتی که باز کلمه کدام بود میشود؟ باز کدام کلمه؟ در. درست در هست. و حرف د چرکونجه با 2 پایه های مثل میز نوشته می شود. معجزه تو میتونی که قلم این فلوماسترات رو گرفته حرف د نویسی. آفرین. اما معجزه در اینجا حرف د رو نویس که د صدا میدهد. آفرین. و دوم حرفی که امروز ما یاد میگیریم حرفی که صدای م میدهد. میتونی؟ مانند کلمه های می. این چی؟ ماشین. و این چی است؟ موش میده خاکستر رنگ. نگاه کن معجزه. ما حرف م رو چخیل می نویسیم؟ یک خطی راست بعد پایان تا میان می بیاید مثل ابرو باز بالا می رود باز پایین می رود و حرف خود هم همین طور نوشته می شود. می نویسی حرف م رو معجزه؟ کنی با ما نشون میدی؟ اما معجزه حرف م نوشت. د و آخرین حرفی که امروز ما یاد میگیریم من نشون میدم معجزه این حرف صدای میدهد. تکرار کردن میتونی باز مانند کلمه های صدای رو شنیدی؟ این چیست؟ ارچه. این چی؟ آدمای پیر دستشون با میگیرن. آسو. تو اینجا خودت رو کشیدی. ان معجزه را ان با حرف ا سر می شود. ان معجزه. آسو. ارچه. حرف ارچ خیلی مثل می شود. حرف کلونی آبین مثل که کنج میکشیم و با یک خط در مابینش وصل میکنیم. حرف ا رو می نویسیم معجزه. کلانتر نویس که تماشابینانی ما نفستر دیده توانند. نه بهترش اینجا نویس. کلانتر کرده نویس. تماشابینان دیده توانند. آفرین. انا این حرفی ا است. حرفی ای کلان است. معجزه نویس. اکنون معجزه بین حرفی ای خورد با شکل کلوله و مثل که کمتر موی و دومچه دارد نوشته می شود. می توانی نوشته؟ کلوله و موی و دومچه دارد. نه طرف دیگر. این طرف نگاه می کنم. می توانی گشته در اینجا نویسی. اینش رو خط زد. آفرین. اینش رو خط زد. آفرین. اما معجزه حرف ای
آفرین خوب رو نوشت. اکنون ما با این سه حرفای نو خواندن کلمه ها رو یاد میگیریم با سه حرفی که ما علاقه گذاشتیم و با سه حرفی نو. یادت است این ب بام نام. این کدام حرف؟ خواندیم امروز. من باد. شمال رو ما با در تاجیکی باد میگوییم، درست؟ باد این چیست؟ دونی که ما با چمچقو میدهیم، درست؟ دون میخورن چمچقو. این چی؟ دم. وقتی که ما بسیار کار میکنیم ما بعد مونده شده دم میگیریم. دیدی تو 6 کلمه رو علاقه خونده توانستی. و اکنون باز یک چند کلمه های دیگر دارم که میبینیم معجزه خونده میتواند یا نه. و شما هم خوانندگان عزیز میتوانید که در همین جای ویدیو استایانده این کلمه ها رو خونید. معجزه یعنی کلمه ها رو خونده میتوانید. ابد. یک چیز تا ابد آخر ندارد. ابد این چی؟ دو. تو میدونی کلمه دو رو؟ این هایکو دادو ماننده. پدر. کسی که پدری تو. این چی؟ نام. آفرین. چیزی که تر می شود و حالا خوب خشک نشده است آن را ما میگیم که نام است. ماده چه است؟ میدونی؟ هست مثال هست شعری نر، شعری ماده. شعری پسرک شعری نر می شود، شعری دخترک شعری ماده می شود. کنی این کلمه رو خونده می توانید؟ دونو. کسی که بسیار چیز رو می داند ما وی رو دونو می گوییم. این چی خونده می توانید؟ دندان. تو دندان داری؟ آفرین تو دندانی نو هم داری. این رو خونده می توانید؟ بادام چی است؟ بادام این یک نمود مغزی که ما میخوریم با مزه. این رو خونده میتونید این کلمه رو؟ نادون. کی رو ما نادون میگیم؟ کسی که درسش رو نمیخواند. نادون نمیداند، بسیار چیز نمیداند. این کلمه رو خونده میتونید؟ آباد. چی است آباد؟ جایی که آدم ها کار کرده خوشروی میکنند آن را آباد میکنند. و آخرین کلمه. آفرین معجزه امروز بسیار کلمه ها رو خواندن را یاد گرفت. درس دوم و معجزه الکی اینقدر کلمه ها رو یاد گرفت خوانده میتواند. معجزه ماند. این هایکو اگر کرچک چایا
قریبا موند. موندیم. درست موند. در روی میز موند. در خانه موند. آفرین. رحمت کلام تماشابینان که همراه ما بودید و در درس‌های آینده ما بر ما شریک شوید و شما زود خواندن تاجیکی را یاد میگیرید. خیر.